دادستان کل تاجیکستان روز 19 ایول سال 2023 خبر داد که دادگاه عالی جمهوری با قرار خود پایگاه خبری پامیر دیلی نیوز یا پامیر نیوز را سازمان افراطی اعتراف کرده فعالیت آن را در کشور منع کرده است. با حلنامه سود عالی جمهوری تاجیکستان از 14 ایول سال 2023 عریضه دعواگی پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان به منفعت حمایت اساسهای ساخت کنستیتوسیونی، امنیت و صاحب اختیاری جمهوری تاجیکستان قانع کرده شده تشکیلات پامیر دیلی نیوز یا پامیر نیوز تشکیلات اکستریمیستی افراطی اعتراف گردیده فعالیتش در حدود جمهوری تاجیکستان منع کرده شد گفته می شود در اطلاعیه دادستانی. این یاد افزوده است که در پی صدور حکم دادگاه عالی فعالیت سامانه‌های اینترنتی پامیر دیلی نیوز در حدود تاجیکستان بسته شدند. این به معنی است که خدمات علاقه توسط شرکت‌های اینترنت رسان دسترسی به سامانه‌های پامیر دیلی نیوز را از این به بعد مسدود می‌کند. دادستانی کل همچنین به معلومات شهروندان رساند که از این به بعد هر دو همکاری با این رسانه و رهبران و کارمندانش غیر قانونی شمرده شده انجام دادن عمل‌های مشخص به منفعت آنها باعث جوابگری جنایتی می‌گردد. پامیر دیلی نیوز اساساً تحولات مربوط به ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری می‌کرد و به خصوص در انعکاس اعتراض‌های ماه نوامبر سال 2021 و ماه مای سال 2022 خیلی فعال بود. صفحه آن در فیسبوک 28000 آبونشی داشت. پامیر دیلی نیوز بلافاصله در پی نشر اطلاعیه دادستانی کل افراطی اعلان شدنش از جانب مقامات تاجیکستان را تصمیم کاملا منتظره و هدف آن را بریدن راه ارتباط ساکنان بدخشان با این رسانه و گرفتن پیش راه ارسال خبرها از این ولایت مختار نامید. اداره نشریه اما گفته است که با وجود منع رسمی فعالیتش همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. مقامات تاجیکستان در سالهای آخر برای سرکوب آزادی مطبوعات تحت تنقید افزاینده سازمان‌های بین المللی قرار گرفتند. در یک سال آخر بازداشت و محکوم به سالهای طولانی زندان شدن تقریباً 10 ژورنالیست و بلاگر تاجیک نگرانی‌ها را درباره وضع رقتبار آزادی مطبوعات و آزادی بیان در تاجیکستان خیلی بیشتر کرده است.